سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خوش اومدید. من امروز قصد دارم کتلت بروکلی رو آموزش بدم که هم بسیار خوشمزه است و هم بسیار مقوی. بریم سراغ مواد اولیه. کلم بروکلی 1 عدد، سیب زمینی 3 عدد، پیاز 1 عدد، جعفری و شوید هر دو 50 گرم، پنیر پیتزا 5 تا 6 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 1 عدد، نمک و فلفل سیاه و پودر سیر به مقدار لازم و خیار 1 عدد. حالا میریم سراغ تهیه این کتلت خوشمزه‌مون. سیب زمینی رو میذاریم که بپزه، حدوداً 1 ساعت کافیه تا سیب زمینی کاملا مغز پخت بشه. توی این فاصله میایم سراغ بروکلیمون، اونو به قطعات نسبتاً کوچیک‌تر تقسیم میکنیم و بعد داخل یک قابلمه آب میریزیم و داخلش 1 قاشق مرباخوری نمک و 1 قاشق مرباخوری شکر میریزیم و در نهایت بروکلیامون رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که این آب به جوش بیاد. حدوداً 2 دقیقه بعد اینکه به جوش اومد کافی هستش تا ما بروکلی ها رو آبکش بکنیم. در این هستا میایم سراغ پیازمون. پیازی رو که داشتیم نگینی خوردش میکنیم و بعد داخل روغن بسیار داغ سرخش میکنیم تا پیازهامون کاملا طلایی رنگ بشن. خب تو این اثنا ما میریم سراغ خرد کردن جعفری و شویدمون. حدوداً 50 گرم از هر کدومش نیاز هستش. ما 1 مقدار شوید رو هم کنار میذاریم برای اینکه داخل ماستمون بعداً میخوایم استفاده کنیم. حالا بروکلی هایی که آبکششون کردیم رو خرد میکنیم، چون بروکلی بعد از اینکه آبکش شد خیلی آسون تر خرد میشه. حالا میایم سراغ سیب زمینیامون. اونا رو هم با رنده درشت رنده میکنیم، همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنین به آسونی رنده میشه. حالا داخل یک ظرف ابتدا سیب زمینیای رنده شدهمون رو اضافه میکنیم. همونطور که میبینید خیلی بافت عالی داره به خاطر اینکه خوب پخته شده. و بعد بروکلی هامون رو که خیلی کوچیک کوچیک کات زدیم به این مواد اضافه میکنیم و بعدش یه تخم مرغ داخلش میشکنیم و میریم سراغ باقی مواد. پیاز سرخ کرده داشتیم به مواد اضافه میکنیم، همینطور شوید و جعفری خرد شدم رو اضافه میکنیم و همینطور پنیر پیتزا رو بهش اضافه میکنیم و در انتها ماست یونانیمون رو به این ترکیب اضافه میکنیم. خب حالا همه مواد رو خیلی خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم همونطور که تو تصویر میبینید و سراغ ادویه هامون میریم. اول فلفل سیاه و بعد نمک بهش اضافه میکنیم و خیلی خوب با هم دیگه مخلوطش میکنیم تا یه ترکیب یک نواختی داشته باشیم. حالا ما یه مقدار از مواد رو برمیداریم به شکل گرد، اونو در میاریم و داخل روغن داغ میندازیم. همونطور که ملاحظه میکنید کتلت های بروکلیمون دارن داخل روغن سرخ میشن، بسیار خوشاب و رنگ هستن و مخصوصا که موقعی که سرخ میشن بسیار رنگ عالی به خودشون میگیرن. به آرامی برشون میگردونیم و میایم سراغ درست کردن ماست مخصوص این غذا. خیارش رو خرد کردیم و بعد همینطور شویدش رو خرد میکنیم. بعد از اینکه به قطعات ریز تقسیمش کردیم داخل یه ظرفی که قبلا خیارمون رو ریختیم اضافه میکنیم، همینطور ماست خامه ایمون رو به این ترکیب اضافه میکنیم و خوب همش میزنیم و در انتها هم کمی پودر سیر و نمک بهش اضافه میکنیم که ترکیبمون بسیار خوشمزه بشه. و حالا میایم سراغ کتلتامون. ما برشون گردوندیم، طرف دیگرش هم سرخ شد و بله الان آماده سرو هستش. بسیار بسیار عالی و خوشمزه و خوش رنگ. کتلت های بروکلیمون هم بسیار خوشاب و رنگ هستن و هم خوشمزه و در ضمن بسیار مقوی. دوستای عزیزم امیدوارم این کتلت های بسیار خوشمزه رو تهیه کنین و همراه خانواده‌تون ازش لذت ببرید. اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون.